اگه 5000 به دستت بیایه چی میکنی؟ والا همون تفلک خود داغم. چرا گریه کردی؟ به خاطر تفلک کردی یا به خاطر روزگار؟ روزگارم تفلیم یه چی بگم. پیسه از کجا کردی برای دوا گشت؟ پیسه نداشتم. 200 روپیه دینار یک زنکه مرا داد. دم دانش خونه دیگه بالا روپیه داشته باشم. با چرا گریه کردی؟ خب دیل دیگه. کرام میشیشتم باز یک افغان ما را گفت بیا در خانه ما بشی. برادر پشتو زبان ما برای خودت داده و خانه را. آقا گفتم اینجا بشی. بله. اگر پیسه دار هستی هم 2 متر کفن میبری، غریب هستی هم رو میبری. مگه مردان حق از کفن بردن در شک است. اون دختره که اینجور شد دیگه قصه شد. زیاد دوستش داری؟ اولاد است دیگه. با بعد از اینکه از شفاخانه می حتما یگان دوا و درمان و دیگه کار داره. شاید دیگه. شاید دوا بزم کار داره دیگه. بله. از دیر است تبالی را به خدا شب خو کرده باشم یا میشه. خب آقای نظری جور. چی حال داری جان جور است؟ خوب خیر بخیر. کجا هستی تو گم هستی؟ والا هستیم دمی سرک آقای نظری بسیار کار و بار نیست. بله. برادر ما است تو بسیار تشکر که اون دفعه ما را بسیار دمی ما را خریدی برادر ما. چی میگه؟ با خدا یعنی خدا شاهد است که اون دمی 10 روپیه خدا بند بودم اون دفعه خدا خیر بیته. خدا ارواح مردای تا بیامرزه. اون دختره که مامال گلولی جور شده میگه پدر چطور است؟ اینال تیر میشه روزگار است. بله. دیگه جور هستی؟ شکر سلامت باشه قربانت. حالت صحتش خوب است شکر. آفرین خدا. چی گفتی دختره که تاکی رفتی؟ دختره بزنم چطور است جانی پدر؟ خوب است مالی. ها. نه امور رو که رفتی پیشش. همون روز که رفتم والا ما از دانش شفاخانه اول طالبان نموند. گفت حال اجازه نیست. باز ساعت 2 بجه بود رفتم پیشش. رفتم همون تفسیدگی بود بیال بود. با سومش که رفتم گفتم چطور هستی؟ گفت خوب هستم. گفتم تایی چطور هستی تو؟ خواه دمو دیگه باز خوش شدید. دیگه باز از اونجا مادرشم پیسه را دادم. باز خودم برنامدم آمد. باز برمام زنگ زدید دیگر آشا؟ دیگر بری تو زنگ زدم گفتم آقای نظری خدا خیر بیت تو را که همین قدر کردیم ما کاری کردیم. سلامت. هم پیسه چه خبر خورد امروز؟ بسیار به دردم خورد. یعنی فکر کو که تو خون یک آدم خریدی برادر. این مالی هم به خدا روغن ندارم، مرد ندارم. یعنی پشبی دخترک گفت یک دخترک کلانم دارم. 13-14 سال است. شام بود پدر یک قیماق برد. پیسه نبود قیماق بدم.
واقعا سخت است. ماه روزه است دیگه. طفلا هر خانواده ضرورت داره که یک چیز خوب بخوره. همه طور است نه؟ بله. و گفتی به همه پیسه نبود که یک دونه قیماق ببری. آخ باشید نه. پولی سرمایه نه. کل کار تمی است. 13 افغانی. خود چی رقم رمضان سپری کردی چند روزه؟ تیر شد. بله. یعنی مال یک 17 ست از یک منبع قرضدار هستیم. با خدا رویم نمیشه شما که برم برمون نام نگید. از بس که نان گرفتی دیگه؟ خواه دیگه. بیا خداوند رحمان و رحیم است که او دفعه ما متو پیش رفتیم. باز گفتم باشه می آدم خود کدام درد دار از اما چهرهت معلوم میشه. تو نکدت سر خوردیم گفتی که تفلکم اینطور است. خدا خیر بیتم. مادرش هم خیلی دعایی دارم. بله. گفت ما گفتم اینمی تو گفتم زنه که یک نفر برابر شد. بله. اینمی درداره گفتم اینمی سر بود. بخیر باشی. از شما آقای نظری تشکر. سلامت باشی قربانت. بخیر باشی. خیر ببینیم. سلامت باشی. زنده باشی. این خطا. این طرف کی است؟ این طرف والا یک بیچاره دیگه است و هم رقم معبودی است. چی میگی؟ با خدا اون یک دفعه بیت سعی کن. خب دوستا چی بیت؟ ساوند که نباشه دیگه چی را میگیری؟ خب دوستا این طرف فکر کنم کدام خانواده دیگه است که از اینجا معلوم میشه. کس هست در این خانه؟ نه. خوب هستی؟ بخیر. کجاست؟ آته اولادا کجایه؟ خب چیز کار مونه او؟ کراسی داره رقم. خب رای از ایال است کجاست؟ شما هم سایه هستین دیگه؟ رایش هم از اینجاست. بیا یا بشید؟ بیا. خود نفر کجاست؟ خودش در کمپانی کار میکنه. خب برو دیگه خیلی که هر روز در خانه بود با زنگ بزن مرا. باز میم خانه شان میبینیم و کلشان باشه خوب است. خب چی میگه یه دخترک چی میگه؟ پیسه میطلبه؟ ما نه بچه می ای دی تو خو؟ سلامت باشه قربانت. این جای دیگه بسیار یک جای چی است؟ جالب است. بالا هم باز میشینه نو طرف یا نه؟ نه بالا دو اتاق وسایلای خودش است. از صاحب خانه؟ خب که اینجا چا زده همی. خب چهارم نو زده به خاطر همی باغ شد. باغ یا؟ نو زده همی. خانم خیلی قدیمی است دیگه؟ بسیار خوب. دو اتاق فرش کردی؟ دو اتاق اینی آشپزخانه از ماست. دیگه اینی خانهش زمستان چوب مو انداخته بود. اون خانه که از بودانه انداخته بود ما رو جواب داده بود از اینجا. خب باز او بودانهش بسته مرد. باز زنگ زد که پس بیایم اینجا. اگه سایل میکنی خانه بودانهش هم بریم. ماشتی که ما مای کدیم برات بیا برای ما تشریح که خب اینجا چند اتاق است؟ چی رقم جای هستی؟ اینجا آقای نظری 3 اینجاست، 2 اینجا 5 تا. باش تو که میرم. خب 5 تا. خب این اینجا بودانه زده بود زمستان ما را از اینجا جواب داده بود. خب اینجا فرم بودانه جور کرده بود. بازی مردم نماند. خب چی گفت مردم؟ مردم گفته که اینجا قدی خانلاس بوی از دیگه است. نه اینجا مرده شما افتیده. دیگه اینجا 2600 بودانه کشیده بود. از 2600 بودانه دیگه کلان مردن. نه 500 دانشمند که هم انتقال داد به وردک میبرم. اینی دو دانگه کم وضعیتشان خراب است. یعنی میاره در بچه های ما داده بود. خب 5 دانه. خب
از او پایندانم فکر کنم 2-3 تاش رفته باشه. مرده دیگهش مرده کنم 2 دانش مرده. یا هم دیگه هوا تغییر و تبدیل شد یا هم جان به حق میتن دیگه. خب مقصد این علاقه رفت نشد دیگه. خب بازی طرف چیه؟ بسیار خانه قدیمی نیست؟ در اینجا چی است؟ اینجا درخت‌ها را زده بود. خب زمستان آتیش که بریم بودن میکرد. خب علیکم. بچه کلان تمو هست؟ اینجا چی بوده؟ همین درخت‌ها و یاره که زده. این یاره برای خب این یا قشقلا کلگیش هم از اوسته گفت چیزی آتیش کو. نه اون باش بند باشه. خب بسیار خوب. زمستان چی می ساختاندن؟ زمستان آقای نظری ولد پلاستیک گوجی دیگه چیز نبود دیگه پلاستیک جول اینمی چیزا با خدا چوب موب درک نه اگر چیزایی بود که دوزا بود میداخت وانو مزو پخلای از او ری میکد یک 2-3 بوجی وانو زا آتش میکدی مجبور بودی دیگه چیز کنی یک نه مثلا نیم مگه از مردو کده گوشتی خرخوردو بهتره مو هم موتر دیگه از مردو کده که هم گوشتی خر بخوری خوبتره. خب این دروازه ورسی از هم کلش کج کور دیگه زمستان خیلی سرد هم خیلی یخه همونطور یخه که یک دلیل نداره. بله باز هم شکر خدا خانهش آورد عمری اشتکایش دیروز که همینجا مو رو موف شده همین دواگوی موضوع هم است خدا یک جون جور بیده اوره. من حیث یک مادر که من اولادت باشم برای ما چی میگی؟ برای تو چیز نمیگم با چه من تو خیر بینگری که مردم زیر چی نصیحت میکنی مثلا؟ نصیحت یعنی میرم میکنم که تو خیر بینگری خدا اون اشتکای تو دیروز شود که در غریبه همین قسم کاری میکنی. بله یعنی می نصیحت میه که این نصیحت یعنی همکاری دیانه درست که کنی خدا یک وقت تو رو ظاهر نمیله. بله خدای پاک است پشت پناه تو. یعنی نصیحت نه. خیر ببینی سلامت باشه. حتما ما هم کوشش میکنیم که به راه مستقیم بریم. الهی برید و خیر در راه مستقیم برید دیگه. سلامت. اینجا چی است با تشناب و چی است؟ تشناب است. خب این دیگه خانه قدیمیه ها؟ قدیمی کم. بازی خانه گفتی چیز دیگه است؟ چی؟ اینجا دیگه چی؟ خب بالا هم خانه است نه؟ بالا هم خانه است بریم بیا که بریم بالا رو هم دوستا ببینیم. این خانه دیگه باز مادر گرنگ نیست؟ حالا گرنگ است آقای نظری خوب فهمیدی خدا راستی. بسم الله الرحمن الرحیم. گرنگ است ها؟ که اینجا بسم الله. چون امیال ما تست کردم که اینجا کت شما دیگه نفرام هست. گفتی اینجا چی رقم حساب است؟ اینجا گرنگ نیست چیزه؟ والا گرنگ است که اینجا هم سایه بود بشاره زن اینو مزود ایمی رازی نشو پایین نشده بود تشناب میرده پس که آمده ایمی رازی نمیگه یک چادر سوز استاد بود. خب اینجا دیگه فامیلان بود قبلا؟ بود یعنی طالبا که آمد کلگی رفت ارسون بله بازو گفت که ما فکر کردم که مرا پدری مهدی صدا کرد. میگه کسونی زینا که میتاو خوردم میگه یک چادر سوز اینجا استاد بود میگه بسیار میگه سری ما فشار آمد سیاسر بود دیگه. بله اونم بشاره دیوانه شد آخیر. الله این تو کار هست. خب اینجا باز در روز آدم چی از شو چی رقم میکنن؟ شو دیگه یه باز همینجا پدرم یکمی چی هست ایثار میکنه. خب باز فعلا کال سبوک است. مقصد سیاست را که شو بیرون که ببرایم خودم میبرایم کردیش. گفتم من خوابم بودم مرا چی کو خبر کو. خب حال این طرف باز چی هست؟ این طرف اون رازی او خانه مربوط از اینجاست؟ او هم مربوط اینجاست و هم راسته. نه اینجا اون راسته که برآمده ما برو تو فرشته جان پایین بیا این طرف تو پایین برو بده پایین پیشی ببید برو. خب اینجا گفتی قبلا فامیل بودا حالا کسی نیست. و او طرف چی هست؟ پس کن او طرف هم همه چیزای خودم زیسته. خب این دیگه بام بس ها؟ بام بست
دیگه اینجا هم دو خانه سیر خودش فرش کرده قلف کرده. بله این دیگه جایی است که چی میگن سامانا و یایشان شاید باشه. خب اینمی دیش هم از است تلویزیون که در خانه است و هم همیزی سای بزی اولیسته. خب بسیار خوب. ایرا میکنده که ایرا بازون پادرم گفت نکن، گفت ما خبر ها رسای کن. خب برو پایین برو. دیگه اونو سولار است که اینجا فارم زده بود دو بیتری کلان بند است. خب اینجا چی است؟ تشناب است؟ نه اینجا اینمی بیل کولنگ و چیزای خود همیزی دمی مقصد گفتی کدام همسایه خانم کدام کسی را دیده بود شب؟ اینی قسمت دیده بودش. اینجا از پایین که بالا میمده گفتی اینم اینجا گفت یک چادر سبز. دیوانه شده؟ دیوانه شدم بیچاره. جای نبردن باز برای دم دعا و چیزه؟ برد پیش مولا برد دیگه جور نشد دیگه مولا مر قدری دم کرد. گفت زیر پای از این گوسفند سیاه بکش پوستش پوش کو دیگه هر کاری کردم شوارش بیچاره جور نشد. یعنی نسوار رو که نمی تو میگیره کپا میکنه قرط میکنه میره. او تو دیوانه شده. میخوریم نسوار که دگیرش بیایه میندازه تو مثل چیزی میجه و قرط میکنه. بله گفتی زلزله شده بود اینجا درس کرده نه؟ اینجا هم درس کرده و نو خانهش هم درس کرده. برو پایین میرم بسم الله گفته بریم دیگه. انس و جنس کلش به بله از کرده پروردگار است دیگه. خداوند خودش میفهمه. او طرف باز اولیز دیگه که اگان چیز کشت کردن. اینجا چی است باز؟ اینجا هم خرچخانه است. همین بخاریگه کتان بود؟ خب اینجا چی شده؟ اینجا در گرفته بود؟ چی شده بود؟ نه اینجا تندورخانه بود. خب تندورخانه بود. یعنی تندوره نه اینی تندور است. اینجا تندورخانه بود. اینجا اشتکای نون پخته میکرد بازی که چیز ماشین چا او طرف تیر نتونست که جرثقیل نه. باز اینجا تا که اینی قسمت چهار زد. خب او طرف تیر نمیشده. نه بسیار خب این طرف هم دیگه دوستا که میبینین این خانه مربوط عزیز و یا نیمه و نیم کله فرو ریخته. و این طرف هم یک راه دیگه بالا شده. دیگه بالا کس هست؟ نه این بالا اونجا خودی صاحبی خانه دونمو چیزی شک فرشک آور کرده. بله اونمو جگان روز نه کردن دی بالای خود. بله خب این هم بخش دیگه است. بله سونی ما نمیه. خب این دیگه جداست از او طرف نه؟ بسیار اینجا باز دور برایتان دیگه مکمل تعمیرای مفشن است دیگه. خب هر کس میفهمه این همسایه با چیز کمک یا میکنن نمیکنن؟ نه آقای نظری نه یادشان نیستین دیگه. نه دیگه اگر اینجا همسایه بودی در زلزله که کرده بود نه؟ بازی چپش دی فرض خدا پیسدار است. اون کنده باز شاروالی نمونده ایره. خب از زیر پس چی میکردن؟ بلند منزل میزنن. خب شهرداری نمونده. شاروالی نمونده. خیلی بلند منزلا دیگه کدام خیر برکتش نمیرسه دیگه. نه وقتا اگر یک روپه اگر مرد بله اگر خودت بیادر نزدیکترین فقیر این منطقه است ما والا. بیا خدا ری انشاءالله خداوند از یک راه دیگه میرسانه. آقای نظری اگر این کار رو بار آدم جور باشه تو والا دمی تو جای کس میشینه. راست میگی. همون تاس یا نه؟ بله این روز خدا راستی اینمی اولادای خدا اشتکای خود میگن نمونه مثل اونا که همیان نترسه. این تو والا دمی جای کس میشینه تا که مجبور نباشه. بالکل. و خطر هم به پیش چشم خدا دیدین دیگه گفتی خانم دیوان. دیدم که اون تو سعی اون بیچاره پیش چشم خودم و دیوانه گفتم نسوار که کپا میکنه اون تو قرط میکنه میره.
که راجع چی نیست. بیا خداوند رحم کنه بچه‌م تا بالا نگرد. خب بسم الله. نکو نکو بیا بشه. لا حول ولا قوة الا بالله. بیا فرشت. نارا یا الله خیر. خب آقای نظری خدا تو را خیر بده برادر که آمدی همینجا. خدا تو را سلامت باشی بخیر باشی. که همین قدر همکاری کردی. سرت پرخواب است بیادر. خودی تو سفید کرده. خب بیادر ما را اجازه است که بریم دیگه. والا وقتی چای هم نیست که یک چای میداده میتونه خدا شما را خیر بده که آمدن همینجا هم با عزت باشی نه کترک است. خدا تو را آقای نظری دمی دنیا و آخرت خال نکنه. خدا تو را جان جیر بده کدمی ها اولاد در جای باشی جیر باشی برادر ما. بخیر باشی. خیر ببینی که همین قدر زحمت کشید آمدی به پیش ما یک دفعه. با عزت باشی هر رحمتن ما. تمام بیادر خودی تمام اینچنان. لالا خودی بخیر باشی برادر ما. خداوند پاک رحم کنه. دوستا قسمی که خانه را گشتیم و داستانی که قصه کرد برهان جان گفت که این یک مسئله شده. این تفلکا خورد و کلان شو روز مبراین خدای نخواسته کدام چی نشه. اما روی مجبوری همینجا شیشتن که امروز روزگارشان بچله. دیگه امیدوار هستیم که یک توجه خاص صورت بگیره که اینام بتانن یک زندگی خوب داشته باشن. خیر ما دیگه از پیشت مرخص میشیم انشاءالله باز اولتون میگیریم. خداوند یار مددگارتان. خب هموطنان عزیز رسیدیم به پایان برنامه. خداوند پاک یار و مددگارتان پیروز و کامگار باشه. چی شد؟ زنبور آمد که؟ زنبور اینجا بود یک لیتر. خیره برو دیگه هم. بسیار مردار درد دارم. او شوکنده در پای مالم پایین درد دارم. اگر اون شب مادر اینجا را گشتم کن. والله چه میگی؟ اینجا خب بعد از اینکه گرمی شود خیلی سخت میشه. خداوند یار و مددگارتان باش. کی از زنگ زدن؟ بله. سلام علیکم برادر جور بخیر. شکر. ما برادر دم خانه هستم. میدم اینجا که آقای نظری آمده یک مصاحبه میکنم. هموش دیشب که زنگ زده بودی گفتی از دبی زنگ زده همو هستی نه؟ خب از کجا حرکت کرده؟ خب از شیراز کابل می آید او؟ خب سلام علیکم. بیا پدر جان تیر شو. سعی خیر ببینی برادر خانه تا باد خدا جان جیر بیته. ساعتای چند بجه میرسه بخیر؟ سعی خیر ببینی برادر خانه تا باد عمری بچه های درست خیر ببینی. خدا حافظ. اینک ما کدی خود آقای نظری یک را گپ بزن. کی است؟ سلام علیکم. ساعت شما خوب خیرتیز بخیر هستی؟ قربانت سلامت. قربانت با عزت باشی. والا ما امروز آمدیم اینجا یک چیز مواد ایدی برهان جان آوردیم دیگه. شو فکر کنم که شماره را بر شما روان کردم دیگه. حالا زنگتان آمده بود برش. چی کنی از بلنگوی بیکش تا گوشت دیگه خوب صدا میایه. خب خب خداوند خیر نصیبت کنه. با عزت باشه. انشاءالله ما در خدمت هستیم.
نه وقت خوش براتان. خداحافظ. یا متن ما از دبی شماره تا گرفته بود دیگه اون گپا را که خودت گفته دیگه. چی گفتی حالا؟ دیگه گفتم خدا خیر. گفت یک اندیوالم در شیراز بود. گفت پیسه را دادم بریش. گفت تا 2 بجه را گفت کابل میرسه. شماره تا دادم بریش. با زنگی زد هر جایی گفت باز برو بگی. گفتم خدا خیر بیتت. یعنی دیگه از هر طرف خداوند سرت روشنی کرده جان دیگه. جور بیت آقای نظری خدا اول شما را خیر بیته که همین قدر ما را دمی چی رساندی تو والا. قربانت سلامت باشی. با عزت باشی. بخیر باشه. خداحافظ. بخیر باشی. اما تو لیوارس برای؟ دیگه لیوارس. برو بخیر. دعا گو بدم وطنه.